قاعده دیگه ای است که انواع شرک اکبر بفهمیم. انواع شرک اکبر، شرک اکبر 5 قسم است. شرک اکبر در قرآن و سنت 5 قسم ذکر شده. شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال، شرک در عبادت و شرک در اطاعت است. شرک در ذات کدام یکی است؟ که کسی در ذات الله شریک بیاره. نصرانی ها گفتن که وقالت النصارى المسیح ابن الله. نصرانی ها گفتن که مسیح پسر الله هست. اینا شرک در ذات آوردن. وقالت اليهود عزیر ابن الله. یهودی ها گفتن عزیر چی است؟ پسر الله هست. شرک در ذات آوردن. بعضی از نصرانی ها میگن که مریم مادر خدا هست. شرک در ذات آوردن. بعضی کسای دیگه العیاذ بالله مشرکین قریش میگفتن که ملائکه دخترای الله هست. شرک در چی آوردن؟ در ذات الله آوردن. بعضی از مشرکین پیش بت‌ها میرفتن، مشرکین قریش، و میگفتن که یا سکرترا و رئیس دفترای الله هست. الله را به پادشاه تشبیه میکردن، مثل که پیش پادشاه میری نه باید عریضیت اول به کی بیتی؟ به سکرترش بیتی، به رئیس دفترش بیتی، بازو عریضیت برازو میبره. تو قرار خودت اینجا شیشتی. مشرکین قریش هم میگفتن وقتی ما عبادت میگیم اول پیش کی بریم؟ پیش بت‌ها بریم. این سکرترا و رئیس دفتراست. الله گفت الله الصمد. الله چی است؟ بی‌نیاز است. مشرکین حبشه قبرهای شخصیت‌های بزرگ مثل بت وارث سکرتر و رئیس دفتر خالق ساخته بودن. ما روسیا هستیم، شرمنده هستیم، اول پیش کی میریم؟ پیش سکرتر میریم، رئیس دفتر میریم. بازی عریضه ما رو چی میکنن؟ به الله پیش میکنن. دلیلشان چی بود؟ میگفت ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. وقتی که میگفتن شما از مشرکین پرسان میکردن که شما خالق آسمان و زمین میشناسید؟ میگفت بله میشناسیم. خیلی پیش از بت چرا میرین؟ پیش از قبر چرا میرین؟ میگفت ما نعبدهم، ما بر ازای عبادت نمیکنیم، اگر نظر میبریم، قربانی میبریم که یا خوش شون. سکرتر است، رئیس دفتر است، نه باز چی است؟ لیقربونا الی الله، بازی ما رو به الله چی میکنه؟ الله گفت که الله الصمد، الله بی‌نیاز است. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان میکنه، ما به بنده خود چی هستم؟ نزدیک هستم. ضرورت به سکرتر رئیس دفتر ندارم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به بنده های خود از شارک گردنم که چی هستیم؟ نزدیک هستیم. الله از شارک گردنم به الله، به مخلوق چی است؟ نزدیک است. باز الله گفت ادعونی، دست دعا بر کی بلند کنین؟ نی یا چی است؟ متکلم است. یعنی الله میگه فقط دست دعا را استجب، ای انا استجب لكم. الله میگه من اجابت میکنم چی نه؟ دعای شما. دوم شرک در افعال بود. شرک در افعال چه قسم بود؟ که مثلا الله در قرآن گفته که برای یکی بچه میته، برای یکی دختر میته، برای یکی بچه و دختر میته، برای یکی هیچ کدامش نمیته. صحیح شد نه؟ این حال مشرکین چی میکردن؟ میرفتن پیش بت‌ها و بر از اونها میگفتن که برای ما بچه بده. مشرکین حبشه میرفتن در قبرها که او صاحب قبر، او صاحب زیارت، برای ما بچه بده، برای ما دختر بده. این حال ما مسلمان ها میگیم که خلق کننده الله هست. اونا میگن خلق کننده کی هست؟ اولاد کی برای ما میته؟ قبرها و بت‌ها میته. پس این در افعال الله که خلق کردن است. یا شفا دادن، شفا دهنده الله هست. اینا در صفت شفا دادن الله شریک میکردن. دیگه شرک در صفات الله بود. در صفات الله چه قسم شریک می‌آوردن؟ مثل که مثلا عالم الغیب الله هست. امروز در شهر کابل روزانه 100-200 نفر به خاطر این فالبینا و تعویضگرا و جادوگرا، چرا فالبین چی میگن؟ فالبین ادعا میکنه که من غیبم میفهمم. میگه یک هفته بعد سر توی مشکل میایه. صحیح نه؟ عمل ادعای غیب کرد، سر توی یک هفته بعد مشکل میایه. از کجا فهمیدی؟ من میفهمم، عالم الغیب هستم. و باز میگه که من بازی مشکل را تغییر میتم، من باز میتونم تقدیر تا تغییر بدم. این حالی ای خو کافر شد به خاطر که ادعای علم غیب کرد و به ادعای ازی که والقدر خیری و شری من الله تعالی را منکر شد. گفت والقدر خیری و شری به دست ما هست. و این نفر چرا کافر شد؟ به خاطر که برش پیسه داد، اقرار به زبان کرد، تصدیق بالقلب کرد. بله تو فالبین است. این در صفات است. شرک در عبادت چی هست؟ که مثلا یکی از عبادت ها را برای مخلوق میکنن. مثلا سجده به مخلوق میکنن. بسیاری این بچهای جوان که هست همین سپورت ماینا کافر میشن.
تکواندو بازا اینا. اینا کدام کمربند سیاه و کمربند سبز و گلابی خود وقتی کنجا میرن همین کافرها که است باز پیش امو چی میکنن برای بت تو تعظیم میکنن شمشن چی کارتا تو قسم چیزا رو میگن اینا لو نمیفهمی که همین شمشن چی مانا فهمید یعنی اون دو میگن نمستکا نمسته اینه می نمسته و نمسکا و یا شام و رام این گپا کسی کلش الفاظ شرکی هست که اینا در چی داخل کردن در سپورت داخل کردن. اینا وقتی که تو میری میگه کلتان تعظیم کنین. برای کی تعظیم کنین؟ با مکلان از اینا که امی بازی رو کردن. پس این جوان بیچاره از افغانستان میره مسلمان پس میشه چی؟ کافر. چرا تعظیم کرده؟ برای بسیاری رئیس جمهورها کافر میشه. دکتر نجیب وقتی که مثلا رفت در شوروی برش گفتن به مجسمه لنین چیزبان گلبان این گلبان باز کلی خدا برش خام کرد. فهمیدی؟ اون عکسایش هست نشست سفرش دکتر نجیب برای اتحاد شوروی در اینترنت هست. اینه که سیل کنی اون اونجا رفته بسیاری رئیس جمهورها وقتی که میرن دیگه مملکت‌های کفری باز برای کی با مجسمه یا قبر اونم که نفر چی میکنه میره سجده میکنه تعظیم میکنه رکوع میکنه انحنا میکنه. پس اینی چی هست؟ خب شرک در عبادت مثلا ما شما گفتیم شرک در عبادت چی است؟ رکوع عبادت است، سجده عبادت است، انحنا سرخم کردن خودش که دو ذلت و خواری باشه و تو خدا بگیری اینی عبادت است. نظر عبادت است. اما چقدر مردم در نظر خواهرای محترم ما متوجه ازی باشن سمنک نظر چی است؟ نظر الله هست. اما تو میخوانن در خواندن چی میگن؟ سمنک نظر الله هست. دخترها گتش قطار است میگن سمنک نظر چی است؟ نظر بهار است. بهار خالق است یا مخلوق؟ مخلوق است. نه یعنی خودش میگه اقرار کرد، اقرار به زبان کرد و تصدیق بالقلب. صحیح نه؟ اینا خودش اقرار میکنه که سمنک نظر الله نیست. نظر کی است؟ نظر بهار است. یا کشمش نخود نظر آقا هست، یا این شعله شیرین که است نظر بیبی هست، این نظر فلانی خان است. پس این نظر عبادت الله را به غیر الله کردن. متوجه هستین؟ یا ذبح حیوان عبادت است. بسیاری کسا مثلا مرغ زیر پای عروس میکشن، میکشن هم میکشن. ذبح در مقابل مخلوق شد نشد. خب دیگه شرک در اطاعت است از شریعت. اینا میگه بسیاری مردم ها میگن ما دموکرات هستم. اینی دموکرات چرا کافر میشه؟ به خاطر از اینکه به امرای شریعت الله شریعت دیگه شریک ساخت. میگه شریعت الله ضعیف است، من قانون دیگه برش میارم، قانون لنین، قانون مارکس، قانون امریکا. صحیح؟ حکومت مردم توسط مردم برای مردم. وقتی ما در هندوستان رفتیم گفتیم اینجا کدام قانون است؟ گفتن دموکراسی است. گفتیم دموکراسی چی گفته برای شما؟ گفت دموکراسی ما فیصله کردیم که دموکراسی برای ما گفت که شراب که است لافول قانونی است. پس خدای خود چی رو ساختن؟ پارلمان ساختن. خدای خود کی رو ساختن؟ پارلمان ساختن. چرا؟ در چی شرک آوردن؟ در شریعت الله آوردن. ایواز شریعت الله قانون انسان چی کردن؟ تطبیق کردن. و بسیاری وقتا مثلا بعضی کساس میگه ما به فلسفه مارکس عقیده دارم، به فلسفه مثلا مارکسیزم، لنینیزم، ایدئالیسم، ماتریالیسم. این یا کل شرک در چی است؟ در شریعت است. چرا میخوان که قانون الله را اوسو کنن ایوازش قانون کی را برن؟ مخلوق بیرن. پس اینا را شرک در شریعت میگن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.